سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. به یک ویدیو دیگه از کانال فارکس استارز خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم به آموزش ساخت حساب دمو در متاتریدر ویندوز بپردازیم. قبل از هر چیز خواستم بگم که لطف کنید ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، چون با این کارتون یک حمایت بزرگ از ما کردید. خب وارد برنامه متاتریدر که میشیم، در بالا سمت چپ روی گزینه فایل کلیک میکنیم، سپس میایم پایینتر روی گزینه اوپن ان اکانت یا ورود به یک اکانت میزنیم. در اینجا چون متاتریدر من برای شرکت آلپاری است، تمام حساب ها برای آلپاریه و اگه شما بروکرتون یه چیز دیگه است میتونید برید از گوگل و از سایت خود شرکت متاتریدر رو دانلود کنید. در اینجا اسم حساب رو که دیدید، آخر اسم حساب یک کلمه دمو هست، اون رو انتخاب میکنیم، روی نکست کلیک میکنیم. اینجا دقت کنید که تیکتون روی نیو دمو اکانت باشه. یعنی چی؟ یعنی حساب جدید دمو. اینو که انتخاب کردیم روی نکست میزنیم. خب در اینجا یک سری اطلاعات از آن میخواد و مثل نام، ایمیل، شماره تلفن و نوع ارز حساب و لیوریج و موجودی. خب در ویدیو آموزش ساخت حساب دمو متاتریدر اندروید هم که گفتم، اینجا چون حسابمون دمو است و واقعی نیست، میتونیم هر اطلاعاتی بهش بدیم. یعنی مهم نیست که واقعی باشه یا غیر واقعی. برای مثال من روی نام اینجا اسم کانال خودمون رو وارد میکنم. خب در گزینه پایین ایمیل ازمون میخواد که ایمیل هم مهم نیست چی باشه، یک ایمیل غیر واقعی انتخاب میکنیم. در پایینتر شماره تلفن که همونطور که می‌بینید من یک سری عدد اشتباه زدم و نوع ارز حساب هم که مثل همیشه روی دلار باشه. اینجا موجودی از آن میپرسه که موجودی کمتر نیست $3000 هست و ما برای اینکه با موجودی اصلیمون بیشتر بخونه روی کمترین قرار میدیم. لیوریج یا اهرم حساب رو میذاریم روی 1/1000. خب اینجا دقت داشته باشید این تیک باید حتما فعال باشه. خب تیک رو فعال کردیم، این اطلاعات رو هم وارد کردیم، روی گزینه نکست کلیک کنیم و صبر میکنیم تا حساب ساخته شد. خب همونطور که میبینید حساب من ساخته شد و یه سری اطلاعات مثل لاگین، پسورد و اینوستور رو به من داده. در مرحله آخر روی فینیش کلیک میکنیم و صبر کنید. خب بله، حساب دمو من ساخته شد. به همین راحتی الان حساب دمو ساخته شد. اینجا هم که حجم مثال یک معامله امتحانی میزنیم. بله اینم معامله ما که فقط خواستیم امتحان کنیم که ببینیم سالمه یا خیر. بله به همین راحتی حساب دمو ما ساخته شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.